السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، آیا میدونید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دعا را در روز عید قربان فقط تکرار و تکرار میکرد؟ رسول الله این دعا را تکرار میکرد و انبیایی که پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن اونها هم این دعا را تکرار میکردن. آیا میدونید کدام دعا بود؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رسول الله صلی الله علیه و سلم در عید قربان همین دعا را بسیار تکرار میکرد و پیش از رسول الله دیگر انبیا هم همین دعا را تکرار میکردند. خلاص این دعایی که میبینین میتوانید که انشاءالله این دعا را یعنی بعد از نماز بامداد تا نماز شام را از طلوع آفتاب تا غروب شمس میتونید که این دعا را یعنی تکرار کنید. یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میتونید که این دعا را تکرار کنید. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. و همین دعا را بغیر از روز عید قربان دیگر روزها را انسان که تکرار کنه یعنی جن شیاطین نزدیک شده نمیتونه با اون انسان. با اون خاطر سحر و بیگاه همین دعا را حرکت کنه. هر انسانی که هر روز او را 100 مرتبه تکرار کنند از او در یگان شخصیت بهتر و بالاتر نیست مگر که او شخصی که او را 101 بار یا 102 بار یا 103 بار زیادتر تکرار نکنه. با اون خاطر با دیگران بفرستین تا اینکه حد اقل روز عید قربان همین دعا را لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله محمد قدیر است. یعنی همین دعا را حد اقل 1000 مرتبه تکرار کنیم هر یک ادمی ما و شما. الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر شخصی که برای کاری خیر دلالتی کنه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه چون که او شخص را انجام داده است. خوشا به حال شخصی که این دعا را تکرار میکنه و هم به دیگران میفرسته تا اینکه دیگران هم نیز تکرار کنند. باقی مدت در امان الله باشین. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم عید برای هر یک ادمی ما و شما مبارک باد باشه.